دویلبخت شکایتی ساکنان محله خواجه احرار ولی ناحیه سمرقند ما در این مسکن هستیم. ساکنان محل از نبودن گاز طبیعی شکایت دارند. در این محله زیاده از 2861 نفر اهالی زندگی در 460 خانواده میکنند. در خط شکایتی از نبودن گاز طبیعی در این محله عرض نموده میگویند که یک سال این جانب زیاده از 10 مرتبه به قبولخانه خلقی پرزیدنت یعنی پرتل پرزیدنت جمهوری ازبکستان با واسطه تلفن مراجعت نمودند. به طور خطی باشد به حاکمیت ناحیه مراجعت فرستادند، اما خادمان کارخانه سمرقند تومان گاز تامینات در جواب گفتند که در محله مذکور گاز طبیعی داده نمی شود گویان. در محله خواجه احراری ولی دو قبرهای گازی پوره موجود بوده، اما تا حال در این موضع گاز طبیعی داده نشده است. طبق فکر ساکنان این محله حتی در محله های اطراف گاز طبیعی داده شده است. 100 دقیقه که در 20 سال اخیر ما گاز طبیعی نداریم، گرچند که در حدودهای ناحیه ما در اطراف دههای ما همه صاحب گاز طبیعی هستند. ساکنان محله خواجه احراری ولی دو میگویند که به تمام تشکیلات‌های متصدی مراجعت نمودند و قریب هر روز با این مسئله به محله مراجعت میکنند، اما هیچ گونه نتیجه را ندیده ایستادند. یک سال زیاد بوده من با پورتال با می‌نویسم، республиканский портал با президентский портал با من و اونجا من تومان گاز با مرکز گاز با فرسانسین خط فرسانسین مرکز گاز اومده موبایل نه نمیشد گفت تومان گاز با پاتوفت خودش. گرچند به محله مذکور گازی بالونی داده شود هم استقامت کنندگان محله میگویند که این گاز خطرناک است و در فصل زمستان برای گرم نمودن خانه ها از آن استفاده برده نمی شود. ما روزش که کار میشینیم خاطرش تو میشینیم اونجا با کلین تغییر رای گرون می ناتغییر گرون می و بچه‌چو بالونمو برالی با کوچه با موندن هم شد دانی خانه با دراردگی بالونی همو با 4 لیتریه. محلهایی که طبیعی گاز رفتن نتونسته که اشبه ماهون گاز بالون داده استودیم. محله های خواجه احرار ولی 1 2 3 100% گاز بالون تامین کرده شدگی. هر ماهی رسانده نتونستیم، لیکن 45 روز رسانده. این سببش برای رسانده نتونستیم یک خیلی وای ها برای خاندان های گرم کردن استفاده برسه. گاز بالون های این گاز بالون های ما میدادگی برای خانه گرم کردن نه، برای اوقات خوراکواری چای جوشاندن استفاده بردارشون در کار. در فصل سرما یعنی روزهای خنک زمستان اگر گاز نباشد برای گرم نمودن خانه ها یا هیزم خریدن لازم است و یا انگشت سنگ که نرخ هر دو هم بلند گردیده است. کمر میخریم، هزوم میخریم، 1 میلیون 1.5 میلیون در کار باشد تا 2 میلیون خریسیم. گاز بالونش هم گیسیم. لوچی دولت با طلا کنه مهم با گاز تون. سکلاد با رفتم. نیست کمر نیست. هزوم خریدن پچکا شینونتون، انا اون خیلی پچکای قیمت شینونتون، پرابای اتاپلینی کنتون، خونتون با. اگجو کنیم، از سویت پلاشتتون، سویت کتی کدان گیرتون. اینا بیننده. هر زمان با سویت ممرد. من همیشه بود، یک روز دور سویت نموشود. هشت کافی درافت، سویت نیست. این خیلی کتی مشود می. موافق گفته های ساکنان محله قبرهای گاز طبیعی را برای تا به خانه هایشان آوردن هر یک استقامت کننده با پول نقد خریدند، اما خادمان تشکیلات گازی ناحیه چند وقت پیش آمده آن قبرها را بریدنی شدند. ما مردم خواجه احراری بالا با پول خود این تروبه ها را خریده اومدیم گذراندیم و چند سالهای زیاد از آن استفاده میکردیم. با مقصدی به این مسئله روشنی انداختن به کارخانه سمرقند تومان گاز تامینات با گروه ایجادی تشریف آوردیم. به ما چنین گفتند. اساساً ushbu mahalla gaz taqsimlash stansiyasi Samarqand tumani Nag'bog' mahallasidan 30 kilometr masofada joylashganligi uchun texnik nuqtai nazardan hozirgi kunda tabiiy gaz bilan ta'minlay olmaymiz. Agar xonadonni isitish uchun qattiq yoqilg'i, ya'ni ko'mir olishlari mahalliy hokimiyatga murojaat qilishlari mumkin. Suyultirilgan gazdan isitish maqsadida foydalanish texnik nuqtai nazardan mumkin emas. Hozir ushbu xonadonlarni, ushbu mahallani tabiiy gaz bilan ta'minlash imkoniyati yo'q. Kelgusida dasturlarga, hukumat dasturlariga kiritilsa, agar o'sha Samarqand tumani bilan Samarqand shahar o'rtasidan o'tuvchi 219-gaz quvuridan gaz hisoblagich o'rnatilib, tabiiy gaz bilan ta'minlash imkoniyati faqat keyingi kelgusidagi dasturlarga kiritilgan holda bo'ladi.
اگر گاز طبیعی ما بیاد مادرهای ما خواهرهای ما از این گاز طبیعی بهره مند شد البته خرسند میشن. ما به این موضوع من بعد باز برمیگردیم.